امروز اومدم با آموزش یک غذای بی نهایت خوشمزه با 2 قلم مواد. پس تا آخر همراه هم باشین با آموزش ورق بادنجان، یک غذای شمالی که بسیار آسونه و خیلی خیلی لذیذه. اصلا فکر نکنید چون با 2 قلم مواد هست خوشمزه نیست. من بهتون میگم که بی نهایت خوشمزه و متفاوته. پس همراه هم باشین تا امروز آموزش ورق بادنجان رو با هم دیگه ببینیم. این غذای خوشمزه با 2 قلم مواد آماده میشه. بادنجان قلمی، حتما از بادنجان‌های قلمی و باریک استفاده کنین. 3 عدد و 2 تا دونه تخم مرغ، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم. اول بادنجونامون رو که بهتره بادنجونای قلمی و باریک باشن پوست میکنیم. این غذا با وجودی که از 2 قلم مواد استفاده میکنیم داخلش، واقعا خوشمزه، کم هزینه و تو زمان هم صرفه جویی میکنید چون فوری آماده میشه. بعد از اینکه بادنجونا رو پوست کردیم، من 2 تا از بادنجونامو از قبل داخل آب و نمک خوابوندم. بادنجوناتون رو به اندازه های یه جور برش بزنید، نه زیاد ضخیم و نه زیاد نازک باشن. داخل آب و نمک به مدت 20 دقیقه بادنجونامون رو میذاریم تا بمونن. بذارین بادنجوناتون حدود 20 دقیقه داخل آب و نمک بمونه تا تلخابش گرفته بشه، تا تلخی بادنجونا گرفته بشه. خب بعد از 20 دقیقه بادنجونا رو از داخل آب و نمک درشون میاریم و با یه دستمال کاملا خشکشون میکنیم. بادنجونامو میریزیم توی یه دستمال و کاملا خشکشون میکنیم. بعد از اینکه بادنجونا رو تلخیشون رو گرفتیم و کاملا خشکشون کردیم، حالا داخل تاوه سرخشون میکنیم. سعی کنید با حرارت تقریبا متوسط بادنجونا رو سرخ کنید تا کاملا مغز سرخ بشه. بادنجونا که سرخ شد از داخل تاوه درشون میاریم. تو این مرحله میایم داخل یک کاسه تخم مرغامون رو میشکنیم. تخم مرغامون رو با نمک، فلفل و زردچوبه کاملا مخلوط میکنیم تا یه دست بشن. درسته این غذا خیلی راحته و ساده و با مواد کم، ولی مطمئن باشید که بسیار خوشمزه و لذیذه. بعد از اینکه تخم مرغامون رو داخل یک کاسه همراه ادویه ها به هم زدیم، اینجا میایم بادنجونای سرخ شده رو کف تاوه میچینیم و تخم مرغ زده شده رو بهش اضافه میکنیم. در ظرف رو بذارین، حرارت رو کم کنین و اجازه بدین حدود 5 دقیقه تا تخم مرغامونم برشته بشه و بپزه. خب اینم از غذای لذیذ امروزمون که آماده شد. ورق بادنجان یکی از غذاهای خطه شماله که نسبت به اینکه مواد کمی داره بسیار خوشمزه هستش. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این غذای خوشمزه و خاص رو درست کنین و مطمئن باشین که از مزه متفاوتش خوشتون میاد. مرسی که تا آخر همراه هم بودین. لایک و کامنت کانال فراموشتون نشه. خوشحال میشم که پیج ما رو به دوستانتونم معرفی کنید
و امیدوارم که آموزش‌های ما رو دوست داشته باشین.